وایرمارت رایگان شد. سلام و ارادت. خبر خوش این که نسخه رایگان وایرمارت هم منتشر شد. قبل از اینکه بریم سراغ این که چطور از این پنل استفاده کنیم، یه معرفی کلی داشته باشیم واسه دوستانی که هنوز نمیدونن وایرمارت چی هست و چه کاری انجام میده. وایرمارت تا الان فقط یه نسخه پریمیوم داشتش که به درد کسب و کارهای بزرگ میخورد که قصد اکانتینگ و فروش اکانت های وایرگارد یا اوپن وی پی ان رو داشتن. حالا چه واسه حوزه گیمینگ، چه واسه وبگردی و رفع تحریم و موارد این چنینی. عملا کار یه رادیوس سرور رو انجام میداد به علاوه سایت فروش اکانت و تمامی امکاناتی که مورد نیاز یه سایت فروش و یه مجموعه بزرگ هستش، ولی توی حوزه تخصصی وایرگارد و اوپن وی پی ان. حالا خبر خوش اینه که این نرم افزار نسخه رایگان داده که همه کاربرا بتونن ازش استفاده کنن. یعنی علاوه بر نسخه پریمیوم و پرویی که قبلا داشتیم، حالا نسخه لایت هم منتشر شده که همه کاربرا میتونن به سادگی از این پنل استفاده کنن و هیچ هزینه‌ای هم بابتش پرداخت نکنن. خب بریم اول یه نگاهی بکنیم که چطور باید از این نرم افزار استفاده کنیم و از چه طریقی باید واردش بشیم. وارد سایت وایرمارت که میشید یه معرفی داریم و امکاناتی که بهتون نمایش داده میشه و پکیجایی که میتونید خریداری داشته باشید. پکیجا رو که این قسمت میبینید، هر پکیجی رو خواستید توی دو تا دسته سرور گیمینگ و سرور وبگردی ذخیره شدن که میتونید هر موردی رو خواستید انتخاب کنید. یه معرفی هم واسه وایرمارت پرو اینجا داره که میتونید اگر کسب و کار بزرگی دارید از وایرمارت پرو استفاده کنید. برای اینکه بخوایم شروع کنیم با وایرمارت لایت کار کنیم، میریم توی قسمت پنل کاربری وارد میشیم. توی قسمت پنل کاربری شماره همراهمون رو وارد میکنیم و تصویر امنیتی رو توی همین قسمت وارد میکنیم تا یه پیامک برامون ارسال بشه. ارسال کد تایید رو که بزنم یه SMS میاد روی گوشیم که کد امنیتی میاد و از طریق اون میتونم وارد پنل وایرمارت بشم. خب کد امنیتی رو هم وارد میکنم. خب یه اسم ازمون میخواد که نام خانوادگی خودمونه و واردش میکنیم. و تمام. وقتی برای اولین بار وارد سایت وایرمارت میشید، مستقیم به صفحه سفارش سرور جدید منتقل میشید. اینجا انتخاب میکنید که سرور گیمینگ میخواین یا سرور وبگردی. حالا تفاوت این دوتا با هم دیگه چی هن؟ سرور گیمینگ سرعت محدودتر، پینگ بسیار پایینتر و کاربردش واسه کاهش پینگ بازی ها و کار کردن حالا با سایت های خاص مثل صرافی ها و اینایی که میخواین سرعت سایت بالاتر باشه و بتونه سریعتر براتون باز کنه، ولی اصلا به درد وبگردی نمیخوره و واسه اپلیکیشن ها و سایت هایی که محدودیت های زیادی دارن استفاده ای نداره. ولی سرور وبگردی واسه تمامی سایت ها استفاده میشه. هر سایت و اپلیکیشنی که حالا محدودیتی داره میتونید از این طریق باز کنید و سرعت دانلود بالاتری دارید. همه چیزتون خیلی بهتره، ولی سرعت کاهش پینگ رو به طور خوبی انجام نمیده. واسه کاهش پینگ از سرورهای گیمینگ استفاده کنید. توی نسخه لایت شما کافیه که سرور مورد نیازتون رو از پنل وایرمارت خریداری کنید که سرورهای خیلی متنوعی هم داره، هم تو حوزه گیمینگ هم تو حوزه وبگردی. میتونید کشور مورد نظرتون رو انتخاب کنید، سرورتون رو تهیه کنید و بدون هیچ هزینه اضافه توی پنل تحویلش بگیرید. حالا کارکرد به چه شکلی هست؟ به این شکله که شما به فرض یه سرور گیمینگ ترکیه خریداری میکنید و چیزی که تحویل میگیرید یک سرور ایرانه به همراه یک سرور ترکیه که کانفیگ شدن و به هم متصل و تانل شدن و کاملا به پنل وایرمارت متصل و آماده اکانتینگ و ایجاد اکانت هاتونه. یعنی عملا بدون هیچ دانشی و هیچ علم خاصی، فقط کافیه یه سرور خریداری کنید و بتونید خیلی راحت داخل خود پنل وایرمارت اکانتینگتون رو انجام بدید. حالا من برای مثال فعلا یه دونه سرور وبگردی رو خریداری میکنم. وقتی سرور وبگردی رو انتخاب کردم، لوکیشن هایی که در حال حاضر امکان ارائهشون هست به من نمایش داده میشه. حالا این لوکیشن ها بسته به زمان های مختلف توی وایرمارت تغییر میکنه و معمولا همیشه رو به بیشتر شدن هستن. من به فرض سرور فرانسه رو انتخاب میکنم.
پکیج هایی که من میتونم خریداری کنم بهم نمایش داده میشه. چندین تا پکیج مختلف واسه همین سرور فرانسه داره به من نمایش داده میشه. دوره پرداخت مثلا 1 ماه 100 گیگ رو من انتخاب میکنم با لوکیشن فرانسه، دیتا سنتر ایرانش آسیاتک و دیتا سنتر خارجش هم OVH. یه خوبی که ما توی وایرمارت داریم اینه که تمامی قیمت هایی که میبینیم قیمت تموم شده شون همونه و مالیات و موارد دیگه‌ای بهش اضافه نمیشه. حالا این 5 تومانی هم که گذاشتیم فعلا واسه تسته که فقط بهتون نمایش بدم به چه شکلی هست. پرداخت رو میزنم، یه صفحه واسم میاد که باید قوانینش رو بپذیرم. توصیه میکنم حتما روی لینک قوانین و مقررات بزنید و قوانین رو یه مطالعه کامل داشته باشید. نه فقط واسه وایرمارت، هر جایی که خواستید خریدی انجام بدید حتما قوانین رو بخونید که بعدا مشکلی واسهتون ایجاد نکنه. من چون قوانین رو میدونم چی هستش، دکمه تایید رو میزنم و میرم توی درگاه پرداخت. خب کافیه اطلاعات پرداختم رو اینجا وارد کنم و پرداختم رو انجام بدم. بعد از اینکه دکمه پرداخت رو زدم به سایت قبلی منتقل میشم، همون پنل وایرمارتمون، و صفحه اطلاعات سرورم برام باز میشه. خب همینطور که میبینید اطلاعات سرور رو داره بهم نمایش میده، ولی وضعیت سرور الان روی معلق هست. یه پیام هم برامون توی این مرحله میاد که بهمون اطلاع میده که خریدمون انجام شده و فعال شدنش از طریق پیامک بهمون اطلاع رسانی میشه. حالا مواردی که ما توی این صفحه میتونیم ببینیم، هر زمان که بخوایم، الان هنوز چون سرور غیر فعاله امکان تمدید رو ندارم، ولی از همین قسمت میتونم سرور رو تمدید کنم. اینجا میتونم ترافیکم رو ببینم که چه میزان مصرف شده و میتونم اگر خواستم ترافیک مازاد خریداری کنم. یه اسم میتونم واسه سرورم بذارم که این بیشتر فقط واسه شناسایی خودمه که بدونم این کدوم سرورمه و هر اسم دلخواهی میتونه باشه. نامک یه پیشنهاد 3 حرفیه که از حروف انگلیسی هم باید استفاده کنیم. توی اسم فایل های کانفیگمون هم استفاده میشه و واسه شناسایی سرورمونه. دامنه یا آی پی که حالا به ما اختصاص داده میشه و الان چون هنوز سرور کانفیگ نشده آی پیش رو نمایش نمیده بهمون. ترتیب نمایش هم واسه زمانیه که ما چندین تا سرور مختلف داریم و میخوایم توی قسمت‌های مختلف پنل به اون ترتیبی که خودمون مد نظرمونه نمایش داده بشن. امکان ایجاد و انتقال اکانت به این سرور، اگر این تیک رو بزنم میتونم روی همین سرور اکانتامو ایجاد کنم، مدیریتشون کنم، بهش منتقل کنم، ولی اگر غیر فعال باشه مثل الان این سرور رو دارم ولی اکانت هم به صورت پیش‌فرض روی این سرور فعال نمیشن. پس این مورد رو هم فعال میکنم و میام پایین تر. تنظیمات وایرگارد رو داریم. توی تنظیمات وایرگارد خب یه سری تنظیمات از قبل واسه ما انجام میشه، مثل کلید عمومی واسمون انجام میشه، قرار میگیره و ما نیازی به تغییرش نداریم. ولی قسمت DNS رو میتونیم اونطوری که خودمون دوست داریم DNS رو تغییر بدیم اگر لازم بود. اگرم راجبش اطلاعاتی ندارید که توصیه میکنم تغییرش ندید، چون رو بهترین حالت واسهتون تنظیم شده. و آی پی های مجاز وایرگارد هم همینطور. این هم اگر خواستید خودتون تغییرات اختصاصی بدید میتونید از این قسمت بدید، ولی از قبل هم تنظیمات واسهتون کاملا درست اعمال میشه. قسمت تنظیمات OpenVPN، این تنظیمات رو ما کلا باهاش کاری نداریم چون از قبل تنظیم شده برامون و قرار گرفته و امکان ویرایشش هم نداریم. فقط صرفا واسه نمایشه که حالا اگر لازم داشتید جور دیگه استفادهش کنید، فایل کانفیگتون رو خواستید ادیت کنید، میتونید از این موارد استفاده کنید. نوع سرورمون که سرور وبگردی هستش یا گیمینگ رو این قسمت بهمون نمایش میده، موقعیت سرورمون رو هم اینجا نمایش میده و یه نمودار خیلی خوب از ترافیک مصرفی سرورمون بهمون نمایش میده که توی چه روزی چه میزان ترافیک سرور ما مصرف کرده. در نهایت هم اگر توی مواردی که قابل ویرایش بود هر موردی رو ویرایش کردید، باید این بالا دکمه ذخیره اطلاعات رو حتما بزنید تا اطلاعاتتون ذخیره بشه. خب SMS فعال شدن سرور هم واسم اومد و بریم ببینیم که چه تغییراتی داشتیم. خب سروری که واسه من فعال شده اطلاعاتش کامل میبینید که پر شده، تمام قسمتاش تکمیل شده، نمودار مصرفم رو هم بهم نمایش میده
و تمامی دکمه ها هم برام فعاله. حالا من اگر تمدید سرور رو بزنم توی هر زمانی میتونم پکیج جدیدی واسه سرورم انتخاب کنم. مثلا آخرای تایمم هستش و میام واسه ماه آیندم یه بسته با ترافیک بالاتری رو خریداری میکنم. هر موردی رو که خواستید از این قسمت انتخاب میکنید. همچنین اگر ترافیکم داشتش تموم میشد یا تموم شده بود میتونم بیام از طریق خرید ترافیک مازاد میزان ترافیکی که مد نظرمه رو انتخابش کنم و دکمه پرداخت رو بزنم و خیلی راحت ترافیکم خریداری میشه و به همین سرورم اضافه میشه. هر موردی رو خواستیم انتخاب میکنیم و دکمه پرداخت رو میزنیم. سرور رو که خریداری کردیم و تنظیماتش تکمیل شد، نوبت اینه که پکیج هامون رو ایجاد کنیم. پکیج ها همون پلن هایی هستن که ما میتونیم واسه اکانت هامون داشته باشیم. اکانتینگ هم توی وایرمارت هم به صورت حجمی و هم به صورت زمانیه. یعنی شما میتونید اکانت هاتون رو هم به صورت زمانی بفروشید هم به صورت حجمی. به فرض بسته یک ماهه مثلا 10 گیگابایت رو میفروشید به یک کاربر. اگر حجمش زودتر از یک ماه تموم بشه اکانت قطع میشه و اگر هم زمانش زودتر تموم بشه باز هم اکانت قطع میشه و تمام این پروسه ها توی وایرمارت به صورت خودکاره و هیچ کاری دستی قرار نیستش انجام بشه. افزودن پکیج جدید رو میزنم و اطلاعات مورد نظرم رو وارد میکنم. اول از همه یه عنوان واسه پکیجم ایجاد میکنم. مثلا من میزنم اکانت یک ماهه 10 گیگ. یه مدت اعتبار بهش میدم. بر حسب ماه میتونم بهش بدم یا بر حسب روز، که خب من اینجا چون اکانت یک ماهه مد نظرم هست میذارمش روی ماه و عدد یک رو اینجا وارد میکنم و میزان ترافیکی قراره بهش بدم. اینم میتونه بر حسب گیگابایت یا بر حسب مگابایت باشه، که خب من بر حسب گیگابایت عدد 10 رو وارد میکنم، یعنی 10 گیگابایت یک ماهه. ترتیب نمایش پکیج هم دوباره مشابه همون مورد سرورها. واسه اینکه به چه ترتیبی توی پنل واسم پکیج ها نمایش داده بشه میتونم عدد رو تغییر بدم و هر عددی که میخوام وارد کنم. اگرم چیزی وارد نکنیم که به ترتیب پیش‌فرض خودش موارد رو میچینه. سویچ آخر همین که این پکیج قابلیت استفاده داشته باشه یا اینکه فعلا دیزیبل باشه. مثلا شما یه پکیج رو دارید نمیخواید حذفش کنید، فعلا میخواید فقط غیر فعالش کنید و این سویچ رو خاموش میکنید. در نهایت هم دکمه ذخیره اطلاعات رو میزنم و پکیجم ذخیره میشه. خب پکیج ها رو که ساختیم، هر تعداد پکیج هم که بخوایم میتونیم بسازیم و هر زمان هم خواستیم میتونیم پکیج هامون رو از این قسمت حذفشون کنیم. پکیج ها رو هم که ساختیم، نوبت اینه که اکانت هامون رو ایجاد کنیم. پس میریم به قسمت اکانت ها و وارد این قسمت میشیم. لیست اکانت هم در حال حاضر خالیه. میام ایجاد اکانت جدید رو میزنم و اکانت اولم رو ایجاد میکنم. خب اینجا میتونم پکیج مورد نیازم رو از لیست پکیج هایی که قبلا ایجاد کردم انتخاب کنم. بعد انتخاب میکنیم که به خلوت ترین سرور اکانت رو منتقل کنیم یا اینکه خودمون دستی سرور رو انتخاب کنیم. اگر چندین تا سرور داشتید میتونید روی خلوت ترین سرور بذارید تا سیستم به صورت مساوی روی سرورهای مختلف اکانت ها رو ایجاد کنه. ولی اگر خواستید خودتون به صورت دستی سرور رو انتخاب کنید میتونید سرور انتخابی خودتون رو انتخابش کنید. پروتکلی که ما میخوایم باش اکانت رو ایجاد کنیم، دو تا پروتکل در حال حاضر داره وایرمارت. یکی پروتکل وایرگارد هست، یکی هم پروتکل اوپن وی پی ان. من بیش‌فرض روی وایرگارد میذارم. اگر توضیحی هم واسه اکانتمون داشتیم میتونیم توضیحاتمون رو اینجا وارد کنیم که مثلا این اکانت مربوط به کی هستش یا هر موردی که خواستیم. کافیه دکمه ایجاد اکانت رو بزنم تا اکانتم ایجاد بشه. خب اکانتمون که ایجاد شد این صفحه واسمون نمایش داده میشه. اطلاعات کلی اکانتمون رو نمایش میده. یه کد واسه اکانتمون ایجاد کرده، یه آدرس آی پی بهش اختصاص داده، اینکه روی کدوم سرور هست و آی پی این سرور چی هست، پروتکلش چی هست که وایرگارد. وضعیت فعلی اکانت فعاله، یعنی قابل استفاده است. اگر تموم شده باشه که خب میزنه قطعه یا تموم شده. یه گزارش فعالیت کلی از اکانت بهمون نشون میده که آخرین اتصال اکانت کی بوده، میزان دانلود و آپلودش تو آخرین اتصال کی بوده و هر زمانم که این دکمه رفرش رو بزنیم این باکس واسه ما رفرش میشه و به روز رسانی میشه. مجموع دانلود و آپلود این اکانت رو هم
که از زمانی که این اکانت ایجاد شده چه میزان دانلود یا آپلود داشته هم اینجا به ما نمایش میده. و در نهایت هم دکمه ریست اکانت رو تو این قسمت داریم که اگر اکانت حالا بعضی وقتا مشکلی میخوره، کاربر مثلا روی 2 تا دستگاه فعال کرده، هر موردی هست، میتونید دکمه ریست اکانت رو بزنید که مشکلات اون کاربر هم حل بشه. مورد بعدی قسمت تمدید اکانته. خب زمانی که این اکانت تموم بشه میتونیم از قسمت تمدید اکانت همون پکیج هایی رو که ایجاد کردیم پکیج رو انتخاب کنیم، تمدید اکانت رو بزنیم و اکانت رو تمدیدش کنیم. پکیج فعلی هم که واسه این اکانت فعاله هم این پایین به ما نمایش میده که حالا فعلا یه دونه پکیج واسه این اکانت فعاله. اگر بیام چند تا پکیج رو زودتر خریداری کنم، پکیج‌های بعدی به صورت رزرو قرار میگیرن. فعلا ترافیک از همین پکیج استفاده میشه و بعد از اتمامش به پکیج بعدی منتقل میشه. نمودار مصرف این پکیج هم همین بالا به صورت نیم دایره به ما نمایش داده میشه. اگرم بیام دکمه حذف پکیج رو بزنم، این پکیج قطع میشه، حذف میشه و اکانت قطع میشه. اگرم بخوام حجم رو ادیت کنم، زمان رو ادیت کنم بدون اینکه پکیج خریداری کنم، مثلا اشتباهی کردم و میخوام ویرایشش کنم، دکمه ویرایش رو میزنم، حجمش رو به من نمایش میده بر حسب مگابایت، میتونم تغییرش بدم. تاریخ انقضای اکانت رو هم به من نمایش میده که میتونم این رو هم تغییرش بدم و در نهایت هم دکمه ذخیره رو بزنم که تنظیمات ذخیره بشه. تبای بعدی که این قسمت داریم دریافت تنظیمات واسه دریافت کردن تنظیمات مربوط به همین اکانته که خب یه لینک به ما داده، یه QR کد داده واسه وایرگارد و اینها رو میتونیم در اختیار مشتریمون قرار بدیم یا همون کاربر که روی گوشیش بزنه توی نرم افزارش و فعالیتش رو شروع کنه. واسه OpenVPN هم به همین شکله، یه لینک واسهش نمایش داده میشه که خب کاربر میتونه از طریق اون لینک دانلودش رو انجام بده و توی نرم افزار OpenVPNش تنظیمات رو ایمپورت کنه. تب بعدی انتقال اکانت. توی قسمت انتقال اکانت من میتونم اکانتامو بین سرورهای مختلف هم جابجا کنم. مثلا از سرور فرانسه 1 منتقل کنم اکانت رو به سرور مثلا آمریکای 2. هر موردی رو که خواستم، حالا هر چند تا سروری که داشته باشم اینجا برای من نمایش داده میشه که میتونم انتخاب کنم یا پروتکل رو میتونم تغییر بدم. الان وایرگارد میخوام به فرض OpenVPNش کنم، تغییر سرور رو میزنم و سرور من از اکانت من از وایرگارد به OpenVPN تغییر میکنه. همینطور که میبینیم پروتکل شد OpenVPN. حالا اگر مجدد تو دریافت تنظیمات برم، دریافت تنظیمات هم تغییر کرده و یه لینکی که به من داده مربوط به تنظیمات OpenVPN هست. توی قسمت سوابق اکانت اینکه چه تغییراتی تا الان روی این اکانت ایجاد شده رو اینجا میبینم که خب این اکانت چه زمانی ایجاد شده، چه زمانی منتقل شده بین سرور، چه زمانی تمدید شده و هر تغییری که روی این اکانت انجام شده برای من این پایین لاگ میشه. و قسمت پایین هم یه نمودار کامل مثل همون نموداری که واسه سرور داشتیم واسه اکانت ها هم داریم که ببینیم هر کاربری توی چه روزی چه میزان ترافیک مصرف کرده، در مجموع چقدر دانلود داشته، چقدر آپلود داشته، توی این ماهش چقدر مصرف کرده، ماه گذشتهش چقدر مصرف کرده و به صورت کامل یک نمودار مصرف این پایین به ما نمایش میده. خب همینطور که تا الان متوجه شدید، وایرمارت یه پنل کامله که بهتون امکان اکانتینگ اکانت هاتون و مدیریت سروراتون رو میده و محدودیتی هم توی تعداد اکانت و تعداد سرور و موارد این چنینی نداره. حالا وایرمارت مناسب چه کسانیه؟ خب وایرمارت لایت طبیعتاً مناسب کسب و کارهای کوچیک‌تر، حالا دوستانی که مثلا موبایل فروشی دارن میخوان واسه مشتریان خودشون مدیریت داشته باشن، یا حتی کسانی که نیاز به یک سرور اختصاصی واسه کسب و کار خودشون دارن، مثل تدوینگرها، کسایی که ترافیک بالایی مصرف دارن، مثل طراحا، برنامه‌نویس‌ها و موارد مختلف، میتونن یه سرور اختصاصی از این طریق واسه خودشون تهیه کنن که حالا خودشون و تیمشون بتونن دسترسی خاص به همون سرور رو داشته باشن. یا کسب و کارهایی که گفتم مثل موبایل فروش‌ها، کسایی که تو حوزه گیم فعالن و میخوان یه تعدادی اکانت رو به فروش برسونن ولی حجم مشتریانشون خیلی زیاد نیست، میتونن از وایرمارت لایت استفاده کنن. اما کسب و کارهای بزرگ، کسانی که سایت‌های فروش بزرگی واسه این حوزه دارن، مثلا کسایی که سایت فروش اکانتینگ کاهش پینگ بازی دارن یا موارد این چنینی که قرار نیستش که به صورت تکی تکی با مشتریانشون در ارتباط باشن، روزانه تعداد زیادی مشتریای مختلف به سایتشون مراجعه میکنن و اکانت رو خریداری میکنن، اونها از وایرمارت پرو باید استفاده کنن. توی وایرمارت پرو علاوه بر امکاناتی که توی وایرمارت لایت داریم،
همه چیز به صورت اختصاصی، درگاه پرداخت اختصاصی میتونید داشته باشید، پنل پیامکی اختصاصی میتونید داشته باشید و اصلا شما عملا کاری با پنل ندارید. مشتریان خودشون وارد میشن، اکانتشون رو میخرن، اگر تموم شد تمدیدش میکنن، ترافیک میخرن و تمام پروسه توی وایرمارت پرو به صورت اتومات انجام میشه. توی لایت هم دقیقا به همین شکله، فقط تفاوت اینه که مشتریانتون با پنل در ارتباط نیستن، عملا فقط خودتون با پنل در ارتباطید و سروری رو که خریداری میکنید میتونید خودتون مدیریتش کنید، روش هر تعداد که میخواید اکانت بسازید و حجم و ترافیکاشون رو مدیریت کنید. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم وایرمارت رو به بهترین و روونترین شکل ممکن بدون هیچ باگ و نقصی در اختیارتون قرار بدیم و تو همین راستا هم سعی میکنیم که به صورت مداوم آپدیت های مختلفی روی این پنل داشته باشیم. خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم موردی دیدید و کاهش و کمبود و کاستی دیدید حتما به ما منعکس کنید که اگر امکان پذیر بود روی پنل اعمال کنیم و بتونیم یه پنل خیلی قوی تر در کنار همدیگه داشته باشیم که همگی بتونیم استفاده کنیم و لذتش رو ببریم. ممنونم از وقتی که گذاشتید. خوشحال میشم که ما رو توی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید که از جدیدترین تغییرات و جدیدترین به روز رسانی ها و سرورهای جدیدی که به پنل اضافه میشه مطلع بشید.